نعمت بهتر ز استقلال نیست. سلام و عرض ادب به کلیان عزیزانی که لحظه دارند با ما میپیوندند و یک سلام خاص به مهمان گرامی که فعلا با خود داریم، بهروز ذبیح الله، شاعر و دانشمند. بسیار خوش آمدید به برنامه خود. سپاس فراوان به خاطر دعوت. و امروز میخواستیم در رابطه به مفهوم استقلال یک صحبت داشته باشیم. در ابتدا تعریف واژه استقلال از نگاه شاعر موفق و دانشمند مطرح خیلی فشرده. یعنی وقتی ما مفهوم استقلال بر زبان میاریم، چی اندیشه های در ذهن ما میچرخد یا اینکه در قلب ما هم؟ درست است. استقلال تعریف های بسیار فراوان دارد، ولی من میخواهم که با یک بیت گل رخسار آن را تعریف نمایم و فکر میکنم این بیت به زیبایی مفهوم استقلال را معرفی میکند. میگوید که چیست استقلال؟ عزت داشتن. اینمی مفهوم عزت داشتن، کرامت داشتن، اراده داشتن اصل مفهوم استقلال است که بعد رنگ های سیاسی میگیرد، اجتماعی میگیرد، فرهنگی میگیرد. چیست استقلال؟ عزت داشتن. بهترین تعریف است برای استقلالیت ملی. واقعا اکنون که در مهمانی ما شاعر شناخته و دانشمند خوشنام حضور دارند و شما که یکی از شاعران خیلی موفق وطن محسوب می‌یابید، از چکامه های خویش امسال برای استقلال زیبای وطن هدیه میکنید. بدون شک ادبیات معاصر تاجیک در تحکیم استقلال ملی ما بسیار نقشی برجسته دارد. از عصر 20 به بعد ادبیات ما، نویسندگان ما، شعرای ما همه وصف استقلال نمودند و این یک ادبیات هویت ساز است. بله. ترغیب خودشناسی ملی، ترغیب وطن دوستی، وطن پرستی، میهن پرستی، اتحاد، دوستی از موضوعهای مرکزی ادبیات معاصر است و در این جاده ادبیات معاصر و شاعران و نویسندگان ما پیشگام و پیشصف هستند و این رسالتی اولی هر یک ادیب است. بله. و حالا من میخوام که شعر نوید استقلال را خدمت شنوندگان و بینندگان تلویزیون سینما تقدیم نمایم. بفرمایید. وطن جشن همایون فال تبریک، شکوه و شوکت و اقبال تبریک، جهان آمد به استقبال تبریک، نوید صبح استقلال تبریک، بقایت در هزاران سال تبریک. کف خاک تو درمان تنی ماست، همان کوه بلندت جوشنی ماست، خوشا که تاجیکستان میهنی ماست، شکوه و شوکت و اقبال تبریک، نوید صبح استقلال تبریک. بنوشم هر دم آب پاکت ای جان، به جان و دل کنم ادراکت ای جان، شبم قربان آب و خاکت ای جان، بقایت تا هزاران سال تبریک، نوید صبح استقلال تبریک. تن و جان وطن خواهان فدایت، سری گردن فرازان خاک پایت، ز عمق جان و دل خوانم برایت، وطن جشن همایون فال تبریک، نوید صبح استقلال تبریک. تو ای وحدت سرا آزاد گشتی، توانا و قوی بنیاد گشتی، به لطف پیشوا آباد گشتی، همایون بخت و خوش اقبال تبریک، نوید صبح استقلال تبریک. زنده باشه. تشکر بسیار. خیلی شعری پر از معنی و حکمت و در اونجا گفته که همان کوه بلندت
جوشنی توست. واقعا کوههای این سرزمین همیشه جوشن بودن و اون ما بودن. بله سپر بودن و همان سنگرهای ننگ و ناموس را حمایت میکردن از دشمن، از عدو، از آنهایی که بدخواه این ملت و ادبیات و فرهنگ و تمدن ملت آریایی بودند. زنده باشید. و کلام بدی و یا کلام هنری در روند هویت سازی تا کجا میتواند نقش موثری داشته باشد، زیرا برای رشد و پایداری استقلال جامعه های سرافراز با هویت و آگاه و بیدار می باید و برای ملتی که آگاه و بیدار باید باشد ادبیات می تواند نقش داشته باشد. بشک. و میخواستم تا جای توضیح کاملتر می دادید. در مجموع تمام محققان و نظریه پردازان دولت و سیاست در این عقیده هم فکر هستند که مهمترین عنصر هویت ساز زبان است یا همان کلام و سخن است. در این تردید نیست. دقیقا. از این جهت ادبیات تاجیکی فارسی که از قدیمترین ادبیات در جهان محسوب می شود، در بطن خود همین محور هویت را به خوبی پرورش داده است. ما از استاد رودکی اگر شروع کنیم تا زمان تهیه شاهنامه فردوسی که سند هویت سازی ملی ما است، منبع ها و سندها و حجت های بسیار فراوان در این زمینه داریم. از جمله حنظله بادغیسی یک بیت دارد که بسیار جالب است. میگوید که مهتری گر به کام شیر در است، رو خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی و ایز و نعمت و جاه، یا چو مرداند مرگی رویاروی. در همین بیت شهامت، کرامت و شخصیت و استقلال انسان را ستایش میکند. یعنی از بامداد ظهور شعر فارسی شاعران و نویسندگان ما به این موضوعات توجه داشتند. از طرف دیگر خود مردمان آریایی از قدیم یک دولتدار و دولتمند بودند. بله. از ابتدا از جمله خلق‌های هستیم که در طول تاریخ ایمپریا ساختند و دولت داشتن بسیار به هویت وابستگی سخت دارد. بنابراین هویت ما در همان ابتدا شکل گرفته بود. بنابراین وقتی ادبیات دوره سامانیان را ما مطالعه میکنیم، همین شکوه و همین هویت و همین نقش سخن در دولت سازی با آشکار دیده می شود، مشاهده می شود. و دیگر اینکه شاعران ما تجربه زیسته خود را همیشه به دیگران انتقال می دادند. اگر تجربه خلق یونان که آنها هم در این زمینه تجربه غنی دارند، بیشتر ذهنی و متافیزیکی باشد، تجربه مردمان آریایی جنبه عملی داشت، حکمتی عملی که در بیت‌های باقی مانده رودکی فراوان دیده می شود. براوز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. یا اینکه هر که ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. این حکمت عملی ما هست. همیشه ما بر اساس تجربه زیسته حکمت‌های را بزرگان ما ایجاد می‌کردند و برای استفاده و کاربرد در خدمت خلق و وطن و میهن قرار می‌دادند. بعد از دولت سامانیان، فروپاشی سامانیان، هویت در ادبیات ما معنوی و روحانی شد. از بس که استقلال سیاسی ما کمرنگ گردید، بیشتر در ادبیات ما رو آورد به روحانیت و معنویت. از صنایع گرفته تا عصر 19 تمام ادبیات ما عمدتاً ادبیات عرفانی و معنوی هست. در مرحله دیگر بعد از ظهور مکتب معارف پروری و احمدی دانش و بعدتر در عصر 20 ادبیات ما از زمانی که جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان تشکیل شد دوباره ادبیات ما به همون هویت اولیه برگشت و تنها کسی که هویت نوی ما را در ادبیات وارد کرد، تکمیل کرد و پرره نمود استاد صدرالدین عینی است. تمام آثار استاد صدرالدین عینی
چی در نظم، چی در نثر، چی در مقاله ها، چی در آثار علمی و چی در یادداشت‌هایش همین تحول و تشکل روند هویت نو تاجیکی انعکاس پیدا کرده است. مثلا از عصر 10 تا عصر 20 ما در ادبیاتمان متاسفانه واژه تاجیک را به عنوان یک ملت و دولت به کار نبردیم. اولین بار استاد عینی در عصر 20 بعد تشکیل جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان با افتخار واژه تاجیک را همچون نامی قوم و یک ملت مستقل در شعرش سال 1924 به کار برد که ما میتوانیم همین شعر را آغاز هویت نو تاجیکی در ادبیات معاصر اعتراف کنیم. این شعرش میگوید که به پرده تا به چندین راز تاجیک، بیا بنشین شنو آواز تاجیک، به ذهن صاف و استعداد فطری نباشد در جهان انبازی تاجیک، هنرها پیشه ها ایجاد کرده به دنیا قوه جانبازی تاجیک، یقین دانی که انجامش به خیر است، به یاد داری اگر آغازی تاجیک. و خوشبختانه انجامش به خیر شد و امسال ما سربلندانه ملت تاجیک 35مین سالگرد استقلال دولتی خیش را در فضای وحدت و یگانگی تجلیل میکنیم. بله و واقعا این مبارک است. تجلیل سالانه به استقلال دولتی رسیدن تاجیکستان برای ما یک جشن همه ساله مقرری یا ورقگردانی عادی تقویم نیست، بلکه روز شکرانه ما از سرنوشت و بار دیگر پیش نظر آوردن برد و باخت‌های گذشته، تحلیل و قیاس حیات امروزه با دیروز و طرز نمودن دورنما برای فردای خلقی عزیزمان میباشد. حالا که تا جای یک سیر تاریخی داشته میخواهم دوباره مرور کنیم گذشته رو که ما از پیشدادیان و کیانیان و هخامنشیان و ساسانیان و طاهریان و سامانیان، خب یک سلسله بسیار دراز است. میخواستم پرسم کدامین دودمان بیشتر در تشکل یعنی شکل گذاشتن هویت سازی ما نقشی بارزتر گذاشت؟ البته این همه ریشه های ما هستند، درخت هم به ریشه نمیتواند بود، ولی ریشه که محصولش بیشتر بود برای ثمر دادن هویت سازی یک ملت کدامین بود؟ به نظر من همین نهادهای سیاسی که در طول تاریخ اجدادان ما تشکیل دادند به طور سلسله مراتب در تحول و تشکل هویت ملی ما نقشی خاص داشتند، زمینه گذاشتند. سبب این است که هیچ هویت به قدرت سیاسی مکمل نمی‌گردد. لازمه هویت ملی داشتن قدرت سیاسی یا دولت است، چون دولت نهاد دارد. نهادهای گوناگون برای تشکل هویت ملی کمک میکنند. اگر خلقی که ملتی که نهاد سیاسی یعنی دولت نداشته باشد هویت دارد، ولی این هویتش متمرکز و منسجم نیست. هویت فرهنگی دارد، شاید در بسیار مسئله ها هماهنگ باشد، در رسم و آیین، در عقیده، در فرهنگ اشتراکات داشته باشد، اما در سیاست نه. یک نهاد سیاسی خدمتش همین است که هویت ملی را مکمل میگرداند. اینا بسیار نظر پردازان که هویت ملی را تحقیق کردند به مانند اریک اندرسون، به مانند بهبها، به مانند بزرژینسکی دیگران به این نتیجه رسیدن که عالی ترین و برترین مرتبه هویت ملی است. هویت ها گوناگون، هویت فردی می شود، هویت قومی می شود، هویت فرهنگی می شود، هویت اجتماعی می شود، اما بلندترین نقطهش همین هویت ملی است. چرا که این برای تشکیل یک دولت زمینه را مساعد می کند. همین مسئله ها در تاریخ ادبیات ما هم ذکر یافتند. مثلا در ادبیات ما
بیت‌های بسیار روشن داریم که به همین مضمون اشارت میکنند. میگوید که قدرت چون نیست مردن از زندگی است بهتر، 100 بار سر بریده بهتر ز پر بریده. مرغ پر بریده طعمه جانوران می شود، طعمه دیگران می شود. ملت سر بریده یعنی ملتی که وحدت نداشته باشد، دولت نداشته باشد، طعمه استبداد و طعمه بیگانگان می شود، در اسارت دیگران قرار می گیرد. محققان جنگ میگویند که هدف تمام جنگ ها، درگیری ها، نزاع ها و رقابت هایی که در جهان در جریان هست تحمیل اراده است. چه تعریف زیبا. یعنی هر خلق و هر کسی میخواهد که بر کسی دیگر تحمیل اراده کند. وقتی اراده دیگران بر یک خلق حاکم شد، این خلق تابع می شود، او خلق صاحب قدرت. همین روند هویت خواهی، قدرت خواهی، دولت سازی در دیگر جنبه ها موضوع ما نیست، در ادبیات ما نیز انعکاس پیدا کرده است به زیبایی که نمونهش همین شاهنامه فردوسی است که سند مکملی هست که هم مسئله های دولت سازی، دولتداری، وطن پرستی، جنگ، صلح، حکمت، مسئله های گوناگون ملی را در بر میگیرد. این حجت است که و یک یادگار بی‌نظیر است که از گذشته برای ما باقی مانده است. و که هدف ما چی است؟ هدف ما فقط آشنایی و مطالعه گذشته و تاریخ گذشته نیست. هدف این است که ما از گذشته خود باید سبق بگیریم و تجربه های گذشته را با متد و روش های نوی دولتداری و دولت سازی معاصر آمیخته کنیم و بنیاد و بقای دولت خودمان را مستحکم کنیم. استاد عینی میگفت که تاریخ زمان معنا پیدا میکند که در دستان خلق همچون یراق برای بنیاد آینده استفاده شود. واقعا اگر این تجربه های گذشته که تاریخ هزاران ساله دارند، این تجربه تاریخی سلاله های گوناگونی که از اقوام آریایی که دولت ها ساختند و این دولت ها باز فرو پاشیدند، اینها را ما اگر مطالعه نکنیم، تحلیل نکنیم و سبب هاشون آشکار نکنیم، این به نفع نمی شود. این تجربه را ما باید برای امروز استفاده کنیم که دولت نوین خیش را پایه هایش را مستحکم کنیم، برای نسل های آینده خود یک زمینه بسیار مستحکم ایجاد نمایم. این خوشبختانه در 35 سال اخیر زیربناهای یک دولت ملی اساس گذاشته شدند. ارتش ساخته شده است، نیروهای مرزبانی داریم، نیروهای هوایی داریم، وزارتخانه ها نو میشوند. یعنی یک ساختار مکمل داریم. یک ساختار مکملی که ما را به دیگر متحد میکند. درست است. همین است مضمون استقلالیت، همین است مضمون هویت ملی. واقعا دستاورد بزرگترین ما در زمان استقلال دولتی صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی می باشد که ما به این نعمت زندگی بخش با بهای بسیار گران و زحمت نهایت زیاد میسر گردیدیم. قرض انسانی و وظیفه شهروندی هر یک ماست که این نعمت بزرگ را چون گوارک چشم احتیاط و حفظ نمود. امروز حاصل دیروز است و فردای ما حاصل امروز ما. آن کاری که میکنیم سرانجامش فردا خواهیم دید و گذشته ما یک پشتوانه برای امروز است. اون که اقبال بسیار زیبا میگه چیز تاریخ از خود بیگانه، داستانه، قصه، افسانه. این تو را از خویشتن آگه کند، آشنای کار و مردی ره کند. واقعا بسیار دقیق آورده است اقبالی بزرگوار. و در کنار حکیم بزرگ باز کدامین شاعرانی بودن یا اینکه متفکرانی بودن که نقش داشتن در هویت سازی ما. یعنی یک شاعرای ملی بودن.
در هویت سازی و ترغیب ارزش ها و فرهنگ ملی و شخصیت ملی ما بغیر از شاهنامه غزل های حافظ بسیار نقشی برجسته داشتند. حافظ توانست در مصالحه با زمانه خیش در آثار و غزلیات زیبا و روان خیش همین فلسفه و تجربه کهن ملی را نیز آمیزش دهد که هم برای امروزیان موافق بود، یعنی همزمانان حافظ موافق بود و هم تاکنون همچون یک آثار ماندگار باقی ماندند. بیا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. همین گونه به تجربه های کهن ملی خود در گذشته در بیت‌هایش بسیار اشاره های خوب کرده است. از این رو محققان دیوان غزلیات حافظ را از این نظر هویت سازی نسخه دیگری شاهنامه فردوسی معرفی کردند که این خطا نیست. عصرهایی که ادبیات ما به سوی عرفان و روحانیت بیشتر گرایش کرد، یعنی روحی اصلی ادبیات ما را روحانیت و معنویت و عرفان غلبه کرد، حاکم شد بر اوضاع ما. در این میانه آثار ناصر خسرو در روند تشکل هویت سازی ملی ما آثار هم نظمیش و هم آثار فلسفیش بسیار اثرگذار است. روایات خیام نشاپوری همین نقش را، یعنی تحریک عقل و اندیشه را در همون عصرهای میانه خیام و ناصر خسرو و حافظ شیرازی ایجاد کردند. شیخ سعدی بزرگوار بسیار نقش بزرگی دارد. فرهنگ همه آثار اصلا ما نداریم از جنبه های گوناگون نقش دارند، ولی از جنبه ملی و از جنبه حفظ میراث گذشته و آمیزش گذشته با امروز نقش این بزرگانی که ما گفتیم برجسته تر بوده است، زیرا آنها همیشه مبلغ آزادی و عقل و اندیشه و خرد بودند. خرد را بسیار تبلیغ کردند. بنیاد اساسی هستی یک قوم را، موجودیت یک قوم و دولت ها را به خرد وابسته کردند که این درست است. چون خرد عنصر است فراتر از عقل. عقل چیزی است که مثلا هر یکی ما یک اختصاصی داریم. من ادبیات شناس هستم، شما خبرنگار هستی، یکی مثلا خلبان است، یکی مثلا رژیسور است، یکی طبیب است که در حوزه محدود خودش اختصاص خودش را آموخته است و شغل دارد و کار میکند. اما در حوزه خرد هم عقل داخل می شود، هم ادراک داخل می شود، هم شعور داخل می شود، هم اخلاقیات داخل می شود که مجموع همه اینها خردی یک انسان یا خردی ملی ما را شکل می دهد. یعنی چتر اندیشه مردان خردمند خیلی پهناه است، بسیار فراخ. درست گفتید. و چرا من از شیخ سعدی بزرگوار یاد کردم، بسیار از محققان به این نظرند که اگر حافظ نبودی سعدی بود، ولی اگر شیخ سعدی نبود حافظ نبود. یعنی این توان و قدرت و بزرگواری شیخ سعدی بزرگوارم یک که در گلستان و در بوستان گنجینه های فراوان داریم، ما شناختن فراوان داریم که در ادبیات که اگر آنها را آشکار کنیم، مطالعه کنیم، معرفی کنیم، این بی نهایت هست. درست است. و از بزرگی ملت ما، خوشبختی و بزرگی همین از درست میگه. همین است. سال 2026 برای ما سال تاریخی، سال جشن 35 سالگی استقلال دولتی است. یعنی تاجیکستان کهن بوده، اما تازه استقلال ما 35 ساله میشه. طی 5 سال آخر تمام قشرهای جامعه جهت سزاوار استقبال نمودن این صحنه تاریخی سرجمانه زحمت کشیده کارهای بزرگ را انجام داده ایستادند. اما این دستاوردها پیش از همه نتیجه زحمت اهلانه مردم شریفی تاجیکستان میباشد. راه‌های اصلی بیدارسازی تفکر نورسان و جوانان ما کجا هست به فکر شما؟
ما بعد این نسلی که نسل استقلال است، نسلی که امروز در کودکستان است، در دبستان است، در دبیرستان است، ندانم در دیگر تعلیمگاه است، اینها رو باید تربیت کنیم از نظر اخلاق، از نظر دانش، علم، فهم و درک و دید، که بچه های وارسته باشن، فرزندان صادق این وطن باشن. راهش کجاست؟ راهش همین تهیه دستورالعمل های موافق با سن و سال از کودکستان شروع کرده. ما باید همین محتوایی که امروز درباره هویت صحبت میکنیم از آثار بزرگان ساده کرده در اختیار آنها قرار دهیم. وقتی یک کودک دبستان مثلا حفظ کردن بیت های شاهنامه بسیار آسان و ساده است. این بیت ها را انتخابی به هر سن و سال باید گزینش کنیم و در اختیارش قرار دهیم. همان وقت این با همون روحیه کودک کلان می شود و افتخار میکند و باور میکند که او زمینه دارد که برای آینده خودش را بسازد. مثلا بیت های شاهنامه: توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دلی پیر برنا بود. هم ساده‌اند، هم روانند، هم آسان از خود کن هستند. یا که بیت های دیگرش درباره وطن دوستی که بیا تا جهان را به بد نسپاریم. یا که بیت دیگر است که همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. یعنی خود یک بیت یک مسئله آموزنده هست که در ذهن کودک شکل میگیرد. کنفوسیوس میگوید که فرزندان خود را در روحیه زمان خود تربیت نکنید، زیرا آنها در زمان دیگر شما زندگی خواهند کرد. هر یک زمان واسطه، ابزار، وسیله خاص خودش را دارد. امروز کودکان ما تولد میشن با تلفن، با پلانشت، با کامپیوتر، با وسایل نوین تکنولوژی نو سر و کار دارند. بنابراین ما باید همین مضمون ها را در قالب های نو و مختصر و مفهوم و بسیار کوتاه توسط همین واسطه ها در اختیار آنها قرار بدهیم که همین مفهوم و موادهای آثار گذشته ما همچون اسلحه در اختیار آنها قرار بگیرد و هویت آنها را شکل بدهد. هویت از خردسالی پیدا می شود. وقتی انسان هر قدری که کلانسالتر شد دیگر هویت کتابی می شود و این گونه هویت برای ما لازم نیست. برای ما هویت لازم است که در جان و تن همون کودک سرشته شده باشد، در آب و گل او عظیم باشد، جا شده باشد که باور داشته باشد. مهم که به همون راه، به همون روش باور داشته باشد. به قول شاعر: هر مشکل آسان شود از پرتو تصمیم، اشکال در آن است که تصمیم نداره. نباشه انسان همه مشکلات را میتواند حل کند. مشکل این است که اراده ندارد، اراده تصمیم گیری ندارد. ما همین اراده تصمیم گرفتن، باوری به خودی را باید از خردسالی در وجود کودکانمان تربیت کنیم، آموزش دهیم. آنگاه آینده خودشان را آنها به راحتی پیدا میکنند، گمراه نمیشوند، بیراه نمیروند، چون که آنها در پیش چشمشان یک فرهنگ و یک تمدن، یک تاریخ بسیار بزرگ را در مقایسه با دیگر خلقیت ها میبینند، احساس میکنند و به همون راه درست بزرگان حرکت خواهند کرد. درست است. و بعد والدین پیش از همه مسلح باشند، یعنی با دانش، با فضیلت، با اخلاق، با کرامت، با شرافت، با علم و ادب. امروز علم های بسیار فراوان در اختیار ما هستند. برای این کار انجام دادن هم والدین، هم مربیان، هم جامعه شناسان بسیار نقش کلان دارند. یعنی سوسیولوگ ها، روانشناسان باید فعال باشند. یعنی همه متخصصان باید وابسته به سن و سال کودکان موادهای ادبی و فرهنگی و معنوی و علمی در خور استفاده را استخراج کنند از منبع‌های فراوان و در اختیارشون قرار بدهند. همان گونه که ما معدن‌ها را از دل کوه با چی زحمت استخراج میکنیم، درست است، و برای فربهتر شدن وضعیت
مادی خیش به کار میبریم، برای معنویت هم باید همین کار رو انجام بدیم و او هم روش دارد، او متد خاص دارد، او از نظر روانشناسی باز نازکتر است. اگر اینها رو ما جدی نگیریم یک نسل رو از دست میدهیم. بله، میگد گر راهنمایی همه عالم راه است، ور دست نگیری همه عالم چاه است. یعنی ما کار بکنیم که فرزندان رو در راه درست، در راه علم و دانش راهنمایی کنیم و برای این باید ما خودمان باید آماده باشیم. هر فرزند تولد می شود، لیکن مسئولیت باید داشته باشیم، او را باید تربیت کنیم. به قول مولانا من جویای انسان گشتم، می نیابم هیچ و حیران گشتم. برای انسان سازی کار ساده نیست، باید همه مشترک همین کار رو انجام بدیم. ما زمینه داریم، مواد داریم، متخصص هم داریم، اما باید با روش های دسترسی معاصر آنها را در اختیار کودکانمون قرار دهیم. درست، 100%. در اختیار کودکان قرار دادن کاری والدین هم هست، جامعه هم هست، محیط هم هست و در رأس این همه گفته ها ضیاییان، روشنفکران باید رسالت انسانی و اخلاقی خود را برای وطن انجام بدهند. و از نگاه شما امروز در این راستا روشنفکران ما تا کجا پاسخگوی این قضیه هستند؟ کارهای نظریوی خوب است. از جهت نظری ما طوری که پیشتر ذکر کردیم از گذشته مواد فراوان داریم، هم در امروز مواد فراوان داریم. حالا مسئله این است، همونطور گفتم، همین موادها را با کمک تکنولوژی‌های نوینی که نسل جوان ما با آنها سر کار دارد، توسط اینها باید به سمع آنها برسانیم، در ذهنشان ملکه شود. این یک روش کاربردی و عملی میخواهد. این خرج هم میخواهد، خرج‌های میخواهد که اینها را ما وارد اینترنت کنیم. هر روی کودک ما دست زد به همون مواد خودش پیدا شود. هر قدری که موادی که او کودک استفاده میکند از بیگانه باشد، حتما تحت تاثیر بیگانگان قرار میگیرد. ما هر قدر مواد ملی خودمان را در اینترنت و دیگر شبکه‌های اجتماعی بیشتر و فراوانتر پخش کنیم، همان قدر امنیت کودکان ما بیشتر تامین خواهد شد. درست است. یک شعر زیبایی است میگه که کودک گفت من چی کار کنم تا بدان کار افتخار کنم. گفتمش علم و معرفت آموز تا شبی تیره تو گردد روز. گفت اگر علم اختیار کنم بعد از آن گو که من چی کار کنم. گفتم اگر علم اختیار کنی علم گوید تو را چی کار کنی. وقتی که به این مرحله ما کودکانمون رو ترغیب کردیم، وقتی که به علم دسترسی پیدا کردن، به دانش علاقه پیدا کردن، بعد خود همون دانش و چراغ علم آینده آنها را روشن خواهد کرد. درست، راهنما میشه. درست است. واقعا اگر امروز ما یک بیتی استاد رودکی که میگه دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است، همین را اگر ما در زندگی خود و جامعه خود اگر پیاده سازیم، واقعا یک منتها موفق هستیم. چرا که از این سخن بالاتر دیگر پیدا نمیشه. کل ادبیات ما خوشبختانه ادبیات خرد محور است. بله. ادبیات دانش محور است. همه ابزار در اختیار داریم، تنها از آن باید استفاده کنیم، دیگر تمام. ولی اینها را ما باید در قالب معاصر کنیم. بله البته. در قالب‌های نوین جا کنیم، در ظرف‌های نو جا کنیم. برای چی؟ برای مثلا کیفیت مادیمون، معیشتمون، ما از وسایل گوناگون امروز برای خوردن غذا از ظرف‌های گوناگون، از روش‌های گوناگون استفاده میکنیم. برای پیشنهاد همین ظرف یا غذای معنوی هم باید از ظرف‌های نو به کار بگیریم. او ظرف‌ها و روش‌ها قدیم کهنه شدن، برای امروز به در نمیخورن. ما ببینیم که امروز کدوم وسیله ها خریدار دارن و معنویت رو در همین ظرف‌ها لوله پیچ کرده پیشنهاد نیم که وای خریدار داشته باشه. درست است. بازار باید تشکیل کنیم، بازاری که در این بازار او بازار خریدار داشته باشد. و میخوام که برنامه رو با یک شعر شما حسن انجام ببخشید. شعری از با نام تاجیکستان به پیش.
که مجموع همین آرزو و آرمان هایی که در این برنامه ما مطرح کردیم در بر میگیرد. بله. و آن این گونه است: تکیهگاهی من است اصالت و کیش، به نشانی است حکم قوم پریش. زندگی گاه نوش دارد و نیش، پیشوا خواندد به فطرت خویش. تاجیکستان به پیش، باز به پیش. گل صدرنگ یک چمن باشیم، یک دل و یک زبان و تن باشیم. روز و شب در غم وطن باشیم، ملتی عشق کس ندید پریش. تاجیکستان به پیش، باز به پیش. مردم غیر میل ما نکند، روز سختی به کس وفا نکند. جان خود بهر ما فدا نکند، گرگ را دوست کس ندید به میش. تاجیکستان به پیش، باز به پیش. مرغ بی پر نه بهر پرواز است، شاخ بی بر ز آتش انداز است. زندگی درس عبرت است، راز است، وحدت از همدلی فزاید بیش. تاجیکستان به پیش، باز به پیش. همه یک تن چی مرد و زن باشد، پیرهن پرچمی وطن باشد. تا ابد بر لب این سخن باشد، بانگ زن بانگ خلق نیکندیش. تاجیکستان به پیش، باز به پیش. تاجیکستان به پیش، به پیش، به پیش. تاجیکستان به پیش، تاجیکستان به پیش، تاجیکستان به پیش، تاجیکستان به پیش، به پیش، به پیش. جهان سپاس از شما به خاطر یک صحبت خیلی صمیمی، طبیعی و واقعی. یعنی اون چی که شما مطرح کردید، اگر ما از اون کار بگیریم برای خود و برای جامعه خدمت بزرگی می توانیم انجام بدهیم. و برای استقلال را پایدار نگاه داشتن ملت بعد از دانش و علم و فرهنگ و دیگر کرامت و شرافت های انسانی باید مسلح باشد همه وقت، تا جهان را فراتر از اون انسان های ببیند که دیدگاهشان کوچکتر است. بهروز ذبیح الله شاعر و دانشمندی شناخته ما بودن، مهمان ما. بسیار خوش آمدید، زنده باشید. تشکر زیاد، سپاس فراوان. موفق باشید.